تو بهش گفتی اینا رو؟ لبو فروشا تو تابستون تعطیلن، بستنی فروشا تو زمستون، اما آدم فروشا هر 12 ماه سال کارشونو میکنن، تعطیلی ندارن. افتخار رزومه کاری تو التیماتوم، سندت سندی بوده برای خواهی مالیت، کالافم بزنیم بازم تروریست بین میشه ابنی، توی لیگ اسنیچا میکنی پادشاهی، انیکو نگو جقی وقتی هر رو جنوب تنت فکتا رو میشه بینم کی میگه دروغ همش، شاشین سما رو تلم بوده نه یوتیوب و چنل نداشته درآمد که غرق باشم تو پول و پله، با فیشر روور که میخوام باشم مثل تو رأس یه کاری میکنم هر بابات بهم سجده کنن، تو دادی پک کیرم و که گلک صورتی طور رنگا تو ریختی رون تش میرسه به مشکی شدن، زده بیرون ازت باشی درون میکنی مخبری بعد 40 روز داشتیم باید مادم بفروشی بدی تو خرج خونه تو چون آخه در بابا مهدی جونت مالید عمود، حتی دروغم بگم حرفای راستتم میگم قسم به پارگی کف دست کارگریام، من برم علموت میذارن احترامم تو بری علموت باهات میکنن جهاد نکات، طرف مشکی نمیشه طرف کسی تو کیو میگی زدی از طرفم اول جقی هر کیم کامنت گذاشته و کرده حمایت ازم چون دیده صداقت خالص و تو قلم قویم، افتادی تو گیر منی که جلوی آرتیستا میکنه تو رو کیرت همیشه تو تله افتادی شیگل میخواستم روی اصلی تو به همه نشونش بدم ببین چه کیره خریشه، به تو نمیرسه که از سال 98 چیزی رو کنی که خودم کردم همشو بخش، تا سال 400 تو پیله بودم روز سکوت که یه سال بعدش مشکی اومدم رو کرد، تو قلب تهرانم نمیکنم غلافی رفت تخمشو دارم اعتراض کنم با خلاقیت، کل ورسای اعتراضی رپ رو جمع کنی بازم نمیشه 4 تا بیت هشاشینم از اسم نیکو کنه ولی یک کردن چرا حلال در میارم با این سری کردم سه بار میاد به مقعدت فشار گوده از کفلمت چشات واسم نیست خرید کردنت که شدیدم پرسه، هیچ جوره وصل من نمیشه بگی مشکی بس شده به دولت واسه این نمیشم پیگیرم، سند کتبی رو کم واسه همه کسچرات چون فنام چون آدم دروغ رو چر میدن، سال 97 ترکا رو سایتا بالا بود با فیس آشکار جلوم میشدن چاقالا نابود، میگی من سیاسی میخونم واسه پول یوتیوبش ولی از 7 سال پیشش سیاسی کارا بالا بود، منو نگرفتنم چون غیر ساختن موزیک مدرک جرم دیگه ای چاقال تو کاغذمونی، دارم ایمان راسخی که تو باورتون نیست پرونده سازی میکنی واسه من آدم کشونی، مثل داستان 21 پیش رو که زیرا بشه زدین و از مملکتش پیش خورد، تاریخ داره واسمون ای تکرار میشه جیمبو از تو خیلی بیشتر شرف سامی ویلسون، این آدم فروشی هم که میگی درست میگی، سراب لو نداد من لو دادم، اومدن سراغ ما هممون رو خفت کردن چسبوندن به دیوار، گفتن یکی دیگه هم هست که صدای سگ میده، کیه؟ گفتم من نمیدونم شما رو میگین، گفت خوب میدونی کیو میگم، گفتم رضا پیشرو، اومدن آمارتون رو جایزه بگیر میشکنم تو رو زیر دو بیتم، باز دوستی ندارم میگم با کینو و نفرت میگی از پله ترقی بپرم روی چیزی که نداری، یک ستاسه همینطور کیر خودش کرد، زن دخترت دود بگیری تو چت ناشناس، شرافت کلفته واسه سوراخت بچه ناشناس، عملت ریشه داره تو مغز جاکشا که پول در میاد ویدیو بچه‌های کار، گفتم کار ندارم با مادرت آخه مادرت با ارزش مثل مامانمه، میخوام سلامتی تموم سرطانی ها رو ولی مادر جان ببخشید بچه چاقالمه، خدا یه چی میده یه چیزی رو میگیره رو پیشونیم بازه چشم حقیقت رو میبینه، سند این کسچراتو بگو بینم کی دیده این یکی رو بشنوی که چرس تونت میریزه، خدا چیو داده به تو چیو ازت میگیره جوابشو من بهت میگم قربون سیبیله، به پسر یه خونه باده میده فیم و شهرت و ولی در عوض سلامتی مادره رو میگیره، شاید خدا این سختی و این درد رو به من داد و این توان رو به من داد که تونستم تحمل کنم، در عوضش ابوالفضل به این طرفی به این دنیا تضادم ماشم میکنم نفش قبرت، رسانه کارو داد و آپارات نشخص بنده، تو میشی شرح بریم سال 96م که دادم ترک سیاسی کیرم تو عشر و نشره، من تو تاریکی ها کار میکنم برای نوری که احد و واحد مشوقمه برام باوره، میگی سیتانیزمم بخونم من پروردگارم تو سکته میکنی ولی میگیره شفا مادره، دستم با خودش نبودم جنده هیچکس، زیر وانتونا نبودم بیاد فیمه بریختم 786 تگ کل ویدیومه که زیر 3 تا 6 نرفتم توی سکشن 13 تو 15 سالگیم یهو دیدم که پرم از خلاف که فیسم پیرو پاچیده بدنم پر از خنجرات تو نکر و فعلی یا تنهایی دادم توی دهنت این بار با داداشم گروه میزنم محمد جواد 81 ام 80 یا 88 من 0 تو افبار میزنم من هفته 70 باشم تو 80 نمیشی حتی باشی 85 وگر نمیفهمیدی حرفای من سوبلیمینالن کل ورست فلکس بود رو سن و اسم و فامیلم که اونم هرچی باشه باز مردمو پشتم دارم چطور رود میشه تو مدیا تو غیرتی بشی وقتی زور قلمت میرسه به دختر داشتم ببینت تو اگه بشه اسم محمد رضا
جنازت تو میگم و میکنم رو تختم دراز. من دارم واژگان و خالی میشه رو کلت خشاب. کریر کونی وارد میشه معلق برار. جیرو به آزارم ندادن منو بچه بابتی اسناد رو میکنن جلو کسم و انخوری یا تو نفش. ما بعد بخش اشاشی من فراری بودم دقیقا اینو تو ما سکو و دشت و بیابون. کجا بهت پشت ناموسی دادم انقدر دروغ دربارم نباف که زشت اول. پس من انقدر ناموس برستم که توی هیچ جای کارم هیچ وقت دختری و حتی لفظی جنده نکردم. دونه هایی که منظورشونو نفهمیدی تو مغز کل نسل حالا کردن تک به تک روش. از دهش از تو 80 قرار میدم تحت تاثیر حتی من نباشم 80 توی نسل پنجم. تو رو کرده انگوش بشکی تو صدر جدول تو زیر و طایفت رو بیار کنیم تک به 10 جنگ. تناتون تیکه تیکه میشه تیغ تیز تو دستم تا یه ته بگید تو تحمیل تو تق نقص اولی. هرچی میگی باشه قبول فقط رو چه مبلغی بسته شده معاملتون. بازارت کساد زدی تو کار فروش آدم. تو طرفین معاملت به معاملمون. این همه کردی کپ که تو رسانه سر صداشه. هی جوری زدم بهت که باش شدی خط عاطفه تو کشوری که لوگو شبکه‌اش تک چشمن. بعید نی تو رو ببینیمت توی خندوانه بدون پشتوانه. زدم توی قلب فاجعه این بچه مخبر سید مصطفی رو فالو داره که تو الان نگرفتنم. این به بعد بگیرن منو محشر کرج یعنی محلتون قتل گاهت پلنگ صورتی چیه جقی من قفل کارمم. عین تو نیستم پی پرپاچه پلشت کوچک که سالو اندی میشه که تو کارات اسمشو میاری بین من و تو معلومه کیه خدنگ پوتک. شدی یه توتیه بدبخت و پی توریه کردن. من اینجا تو قلبات دارم میسازم قوی اتحاد. منو متهمم میکنی به متصل بودن به تو موجا پیش رو هم زده بودن همین اتهام. لاشی ناراحتی تو از این که زنده ام هنو مسیح نسلمونم این بار میره یهودا بگو میدی راپورت منو که زیر پامو بزنم ولی من زنده منو کف تهران حروم زاده ها. میگی وقتی بیرونی من میگم حسبی الله. واسه تو حسبی تبلیغات آسان حسبی ارباب. ندارم درسی هم میده ندارم درسی داد. بیرونی کار هفته روزی هم من میرم داش. اولت خواهی مول تبار جقی نجات. توی مدرک موثق رو کن که اسمم محمد رضا و متولد 77 هم تا من سجل رو کنم که 181 تا تحت و تقت بره. چاقل خیلی ها شک کرده بودن تضاد مشکیه یا مشکی تضاده. اونا هم واسه دستگیر کردن من دنبال یه شاهد بودن که تو عین یه مثل یه قناری به پوست خیار فروختیم رو. دقیقا این داستان سامان و پیشرو. اونا میدونستن پیشرو کی و چی و کجاه. فقط میخواستن از دهن یه خایمال رپر بشنون که اون سال سامان بود امسال تو جانشینش شدی پلشت. به من انگه وصل بودم میزنی ولی خودت هیچ توضیحی نمیدی راجع به استدیویی که تو توش کاراتو ضبط میکنی و مجوز ارشاد داره. یا چرا رپرهای حکومتی و فالو داری و خواننده‌های پاپ مجوزدار از تو حمایت میکنن. یا چرا منیجر سابقت که باش کار میکردی برای همکاری با من با اعتراض خوندنم مشکل داشته. چطور میشه میای یه دختر تخریب میکنی و انگه عرضه بودن بهش میزنی بعد میری تو لوک صدا و سیما با یه مجری صدا و سیمایی اجرا میذاری و علیزیا رو همونم مانور میده. جالبه چه تصویری از دختر میخواستید تو ذهن مردم خراب کنید که نقشتون نگرفت. میای میگی این بازی برات مهم نیست. خنده داره. 4 تا ترک دادی و به مردم دروغ گفتی که من به مادرت فحش دادم در حالی که هیچ مدرکی براش نداری چون میخواستی ترحم مردمو بخری. ولی یه چیزی چرا یه خط مادرای آوان تو کل کریرت نمیگی؟ تو همین الانی که داری اینو گوش میکنی به فکر بک دادنی پلشت. این بازی برات خیلی مهمتر از این صحبت هاست چون طرفت منم. ولی یه چیزی بهت بگم بی خیال اون میکشو برو پیش مادرت اون الان بهت نیاز داره پسرم. ولی اول رد بیا اینو قبولش کنیم یه اووریزی لاپات داری. اونجاش که میگفتی دانیال تضاد یه جوری میشدم قربون صدات لوبتم. این صحبت هم که بگذاریم ما ریگی به کفشمون نیستش که تو پلشت یه لاغبا بخوای رو کنی. هرچی هم رو کردی از گذشته رو کردی که ما خودمونم اونا رو گردن گرفتیم چون خودمون پخش کردیم. پس در نهایت این سند فقط سند خایمالیت بود. راستی پرستو عظیمی من اگه مثل تو بودم که اصلا بهت اجازه نمیدادن راجع من این حرفا رو بزنی. در آخر خایمالات هر قصه میمیرم. من که یه بار دولتو به سولت وصله کردم بازم این کارو برات انجام میدم. خیالات راحت.